این آهنگ رو در دشته لا میخوایم بزنیم. دشته لا توفیلی دستگاه شور هست، شور ره می کرون فا سول و بعد لا سی بمول دو ره. سی کرون هم موقعی استفاده میشه که میخوایم به سمت اوج دشتی بریم. در این آهنگ یک بار استفاده خواهد شد. بوکمون دو سول ره، سیم اول برابر با بی بمول در تیونر کوک شده. لا تکریز، لا سول سی بمول لا سول لا، تکرار میشه لا سول سی بمول لا سول لا. انگشت دوم میاد رو سول، سول فا لا و سول فا سول. دوم میاد رو فا می کرون سول فا می ره. مجموعه از ابتدا دوباره تکرار خواهد شد. بعد از این میریم سراغ جمله دوم که از لا باز شروع میشه. انگشت دوم لا تکریز، سول لا سی لا سول سی لا سول لا سول فا سول. انگشت اول جای خودش رو به انگشت دوم میده بدون اینکه شنونده متوجه بشه. فا سول، بعد میگیم فا سول لا سول فا لا سول فا سول فا. اینجا هم همینطور انگشت دوم میاد جای انگشت اول، می فا. ره به می یک حرکت میکنه، ره می سول فا می ره. مجموعه دوم هم دوباره تکرار خواهد شد. انگشت دوم دوباره میاد روی لا، میگیم لا سولا. سی کرون میشه یه لحظه، انگشت اول میاد روش، سی دو ره و چپ راست دیگه سی ها بمونن، دو سی سی لا سی سول. انگشت سوم میره رو دو، میگیم دو سی سی لا سی دو که لا به سی یک حرکت میکنیم میاد پایین، ره سی لا. انگشت اول میاد رو سول، میگیم سول لا سی لا سول سی لا سول لا سول فا سول فا سول سول فا لا سول فا سول فا می فا. ره به می یک ره می سول فا می ره. دوباره انگشت اول میاد رو سول، سول لا سی لا سول سی لا سول لا سول فا سول فا سول لا سول فا لا سول فا سول فا می فا. ره می سول فا می ره. تو الهه نازی در بزمم
نشین من تو را